امروز تاجیکستان دولت صاحب اختیار، دموکراسی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه می باشد و این کامیابی اهدای استقلال دولتی است و کنستیتوسیا تحکیم بخش آن. منفعت‌های ملی دولت که در معیارهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خیلی شفاف و روشن تجسم یافته است، در وسعت و گسترش همه ساحه‌های حیاتاً مهم اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی زمینه گذاشت.